بچه بالاخره بعد از قرنها اومدیم اند. درست یه پورتالشو خودم ساختم بچه، حسابی بدبخت شدم اینقدر. بچه خلاصه میخواستم سری دیگه هم درست کنم، الان که دیگه یارانه وسیله دستمونه، ولی اشکال نداره. الان که دیگه اند پورتال قشنگ دستمونه، میخوایم نابودش کنیم این دراگونو. من فقط موندم چطوری باید بیام اینجا. و کمک کن برسم. آها اینطوری بقیهش دیت میزنم. دیت میزنیم بریم حالا و دیت های خودم حدد بکنم. یه بخشش هم از اندستون استفاده میکنم. خیلی خوب. بالا بریم میرسیم یا نه. تو بلاکیه حالا میکنم شه بلاکی. بچه اینجا متاسفانه وضعیت بعد اندرمن نگاه کنیم بدبختیم. وضعیتمون هم که توی ایزی بزنیمش. ایزی من میخوام کارم راحت بشه. ما اینکه یه عالم دراگون اینجاست ولی خوب اولویت اول که این ملود یکی 20 ساله است، پس بعد اندر دراگون بزنیم. چطوری انجام شده؟ پس جا خیلی قدیم. با اجازه کیلوکم برداریم چون این کارش خیلی سخته کشتنش. خب این از بو چطوره کراس با استفاده کنیم بچه ها؟ تیرش هم تازه دقیق تره. بده من کوین از این. فقط امیدوارم کار این نامد قشنگ بچه مرده بودم. خب یه آماده باشه. این آماده شلیکه. ببینم میشه بزنم میشه نه. ای تو تازه ما باید رو زمین بزنیمش. این فال دمیج خیلی رو مخه. بابا چه یک نه اولیش. ای بابا چقدر سخت شدیم. برای کم کم این دور اینا بزنیم. کار کن. اینم زدیم. این آمد از همه جو. این نفسش متنفرم. میخواد کارمون سخت کنی که اینا رو بزنیم. اما خودم بلدم. بابا بسته. یعنی چی؟ کم بریم جلو سر بزنش. بابا نزدیک بوده. خب بزنش. بالاتر چی میزنش؟ نفسش هم میمیدیم که هرچی میخوام اینو بزنی نمیذاره. اینم آقا تموم. آقا یکی دیگه مونده. نه کلی دیگه داریم. باید بریم بالا سریع راحت تر بزنیمش. بودو. آها. خب اینجا دیگه کار بچه را. این کدوم بی همه چیزی منو زد. دراگون مهم نیست واسه نقشه دارم که اینقدر میخواد اذیت کنه. بیشرف بزن تو سر. وای هنوز همه کریستالای اونوش ادامه میدم. تمام زحمت های من هدر دادی دراگون نامرد. بابا یعنی چی؟
این هنوز کار داره مثل اینکه. کجا ساختم این پورتالمو؟ عمره بذارم وصلم ازم بگیری. به من میری بالا. اینطوری راحت‌تر می‌مونم. یه سر و صدا اینجا بود. فقط 3 تا بلاک. یعنی واقعا که چیکار کنیم حالا؟ یه استک دیگه برمی‌دارم. دراغون که نداشت کارشو تموم کنم. بعد حداقل نصف کریستالا رو زدیم. بودو سریع کار کن. بابا باز مردم آقا اصلا. بیچارم کردین دراغون. باید برسم به استیکا. بودو صف و سقط هم نکرده. سریع برسیم به این من ایده سر بده من. اوکی بس چی فکر خودت چی واسه خودت خیال کردی؟ بابا به جون خود اگه میخوای منو بزنی بابا نکن. بابا دهن این دراگون و سرویس. بابا بسته دیگه. خدا بس چند صد بار زد کش منو. مگه من تسلیم میشم؟ بابا چونم ازم گرفت این دراگون. او لام از سر. دراگون بیجو بازه. بچه ها رو مقطع مرحله دنیا این مرحله اند متاسفانه. یکی چرا چیزی دیگه است بکنم اون انگلیسی است ولی خب نه نیست. دراگون از همه‌ش بچه بدتره. هرچقدر باشه اندازه زامبی و کریپر رو مخ نیست. بیچارم کرده. اینجاست. بده من اینا. چه صفت حالیش کنم. میخوام حالیش کنم که رئیسی اینجا کیه. اینجا بچه انچنتی گلدن به دردم میخوره. نخورد چرا؟ خب بیچارم کرد. مجبورم یه چیزی سباش کنم دیگه. تو کیو زدی؟ اون یارو الان کنارت میخواد بزن تو سرت. از سرور انداخته شدی بیرون. زم نمیخوام تو سرور بیاد. رفت. ای خاک. آقا یعنی کشته بودمش ها. یه ذره که بهم صبر میکرد. میرم بالا. خیلی بیشوری اگه بزنیم. گرفتر حواسم نبود. بابا باز شروع کرد. بیشرف میشه گوی بشه اون متاسفانه. نکن. بابا فشار خوردم از دست تو. اون نفس اجراه زدن دیگه همه بیچاره کردی. بده من این لحظه میخوام بیچارش کنم گراگونو. هزار بار زده منو انداخته زمین. منم میخوام تلافی سرش بیارم. هر چقدر که قوی باشه جلوی من هیچی نیستی. میشینم که نخواد منو بزنه. خب برو بالا. برو. باید بالاتر بزنه من. یکی او
اشکال نداره میریم بالا. دراگون هم نمیتونه جلو اونا بگه بیا. قشنگ بچه ها معلوم شد اینقدر بریم بالا که دستش به اون نرسه. بیا این تو، این تو. بچه یه جایی رفتم که قشنگ به همه این کاراش داشته باشیم. اینم از این. دراگون میخواد بابا لعنت بهت. حالا که همه این جوناشو زدن ناراحت بهش برخورد اینجوری کرد واقعا که دست مریضا بهت. دو سه تا از جونای دراگون رو بزنم تمومه. فقط من برم زیرش تخت بزنم. نه اصلا فکر خوبی نیست. یه کاری بکن به اون محله تلپورت کنم. شیت که نمیتونم بزنم. جون خودت. وای بیچارم کرد این دراگون. مثل همیشه بلاک برمیدارم و میرم تو سر وقتش. بارها توسط اون نه دیر بارها توسط اون عوضی مردم، ولی این سری میخوام انتقام ازش بگیرم. هزار من به کشتن داد، ولی این سری میخوام انتقام بگیرم ازش. نفس اجداش. بابا باز شروع کردی؟ هیچی نشده منو میبینه این کارم آقا سخته با اینکه حالت ایزیه. نگاه کنین الان اینجا روی ایزی قرب شده. روانی دراگون هر کی هستی از من باید بترسی. به من نگاه نکنه اینجا، من حوصله تو ندارم. باز شروع کرد دراگون بیجور بازه. ها چی شد؟ نمیتونی بیای؟ عجب. اونجا نشسته داره باز خودش نونواز میخوره، منم داره یه از این طرف عذاب میده. نکشتمت. نزن جون دراگون. اینده من نباید بزن حوصله اینا ندارم. دو تا دیگه 4 تا دیگه هستن. اوکی اشکال نداره. میرم کنار پایه برج ببینم چی کار میخواد بکنه. آها اینا برین سراغش، برین سر وقتش بزنینش. اینا من این وسط کارام انجام بدم. زدن برج بهترین کاره با اینکه خیلی عذاب میکشین، ولی خب راست اینا بذار این منطقه مرگام هست کن که وقتی یه وقت باز منو کشت حواسمو جمع کنم ببینم کجا منو کشته. خب بودو سری بودو چقدر بزرگ برجش، انتظارش نداشتم اینقدر برجش بزرگ باشه. آقا من دارم میرم بالا، دلت هم نخواد دراگون. خب دراگون جون بابا باز مردم که. وای بچه ها یه ذره دیگه مونده بود جونم از بین بره. این چطور گنده رفل بهترین چیزه واسه کشتن این رو مخ. باید با تختم بزنمش. آقا فقط مونده اون قفصی ها. چه؟ خلاص همیراش میریم بالا. فقط بچه ها میبارم که کار کنه. بودو او سلام. از این زیر میزنیم. تموم. یکی دیگه بچه ها مونده ببینیم خودشو میزنیم و به جایی که این هم بریم پای کلاش کنیم خب از این استفاده کنیم. یا تموم 54 تا رو برداشتیم. دراگون یعنی بیچاره ای. بابا نزن مگه من چیکار کردم؟
بزن. دهنتو سرویس. بسه دیگه، حوصله شما رو ندارم. بمیر. مرده شد مرده. حوصله اینا ندارم. کجاست؟ بیا حالا من بچه دیرت هم زدم. کجاست این قفصه؟ تمومه؟ نه تموم نیست. مطمئن بودم یکی دیگه میگاست. برو. دراگون بعد از من بترسه. آقا تموم. برو. چه قشنگ نزدیک بود. نابودم کنه. الان من اینو نابودش میکنم. دراگون دیگه بیچارت میکنم. بیا. زدنش سخت شد. سری جا خالی میره. دیگه شرط واسه گفتن داریم. یه ضربه واسه کشتنش. با تبر بزن تو سرش. کجاست؟ بیا بیرم دراگون بیجون بازه. خود تو نفس خودت نمیسوزی؟ کجاست این؟ هنوز نیومده. الان این چیه؟ درم تو چی کارم میکنی؟ صبر میکنم تو تموم شد. نه واقعا نفسش بزرگ. دراگون تو کرمت واقعا ریخته. با کرمت گل کرده. میدونم. داره تو آسمان هم خودش میرخصه. نکن بابا. توی بچه ها دیگه میخوام با تبرینا نکشمش. میخوام با تخت بکشمش. بریم سراغت دیگه. بچه ها تمام برجکاشو زدم. دیگه بیچاره است. حالا باید یه سری وسیله بردارم. بازم گرد میرم باش بالا. ببینم دراگون بیجابازه میخواد چی کار کنه. هاردکور بود چه بلای سرم میآورد. نامستم. خیلی خوب وقت. حیف که فادمیج هم میخوری. من قبله اینو متوقع بشید. بابا اینجا نه. حالا بیای بالا. خیلی عوضی هستی. ایجاد کردم. بیا اسکیانو بده. خب اینم از توی مپ حذفش کنم. خب اینا رو بچه به طور کلی میذاریمشون کنار. با تخت میخوام برم سر وقتش. با اینکه بیچارم کرده ولی خب کی میدونست من با اینجاست. نه واقعا تبرشون واقعا. تبر بده. این آمد. بابا بیشار میزنم تو سرت. این آمد. این مصرف و بچه نگاه کنید چقدر روانیه. سیب بخورم. میخوام با بد برم سر وقتت. افتخار سانیش تخت آبی برمیداریم. خب دراگون تموم. بابا بس دیگه جون خودت.
چون دمش خوردی. مرد. شروع کردی باز. سری دیگه رو بیچارت میکنم. با ببین همه چیز. بیچارم کردی دیگه رو دیگه. دهن تو سرویس. چقدر نباید دست بزنم برم بالا آخه. تو هواداری کی؟ بابا بیچارم کرده. دراگون دهن سرویس. بیا برو میخوام بیچارت کنم. میخوام این سری از جونت کم کردم. هیچ انکریستالی نتونست نجات بده. رحم کردن در کار من نیست. بازم اینجا مانم که میان بده من. خب دراگون وقتی گذاشتن تخته. اما البته باید obsidian بردارم. obsidian خسیسه همه. اینا شش. اینا به چه دردم. بابا باز تو شروع کردی. باز این اسکل شروع کرد. میزن تو سرت. با همین تبر میزن تو سرش. وان شاتت میکنم. حالا که دید اومدم یه کاریت کردم. خب درت بده درت من لازم. ایک بابا ترسوندیم. روانی این همه چیز. برم تو سرت. نمیخوام سرور کار کنه. میخوام اینو بکشم. بابا دیگه نمیذارم. دیگه حماقت نمیکنم. روانی بچه خودتون مشاهده کنید چقدر بیشعوره. بیشعور تشریف دارم. آقا مردم قشنگا. قشنگ مردم. این نوبت گذاشتنش. این از این یاسیدن دیگه بده. آبسیدن بده. خوام بیچارش کنم. بره بالا. بوده بالا. راستی دیرتان بده. من میخوام همینجوری که تو چشای من نگاه میکنه بکشمش. رو سلیقه من رو نمیدونه چی دراگون. از بیخون علکی در میاد. دراگون بیا اینجا تمومی. بابا بیچاره. بابا چطوری اینجوری میزنی آخه؟ تخترم خراب کرد. وای نخواستم میگه بخواه. که تو ندراتی میخوای. آقا میخوام ندراتیشم. مثل اینکه خیلی حرام باید اذیت بشم واسه کشتنش. اینو بده من. تبر رو بده من. مادم سر وقتت. تمومی دراگون تمومی ها. چطوری اینقدر XP جمع کردم؟ از اول یه عملی بساز. بزن بیدرفال اینج. اگه این سری مردم یعنی واقعا زایم. میخوام با آرمان ندراتی بیام سر وقت. تازه ندراتی فلز ندره و با فلز ندره شوخی نکن چون من با شوخی میکنم. اینجا تموم. بیدرفال خلاص کمک میکنه.
خب دراگون یعنی مینستری میخوام بیام سر وقت تا بیدر فالینگ هم که دیگه آی بیه. چی کار میخوای بکنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ تموم. میخواستم تازه با تخت بکشمت. این متاسفانه نمیذاره. من باید بزنم که این زنده بمونی یا نه. دراگون آماده باش. آماده باش. آماده باش. آماده باش. برو بالا. خب دراگون ها داری اونجا میچرخی به من نگاه میکنی میگی چقدر آدم بدبختی هستی ها. باشه دارم برات. اون سبز است. گفتم این از این مپ پاک کن. الان این کارو میکنم. دائما نیار وسط دیگه. چیکار کردی؟ نه 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 نه. نمیتونم اینا رو دست بدم. خب ها چس. وای بابا بیچارم کردی. فقط شمشیران بودن. یعنی واقعا بریم بالا بینم. بریم بالا همتون بریم بالا. اینا میخوام وسیله های دایمندی آقا من نمیخوام بذارشون کنار. ندرایتیشو برمیده تازی به فالینگ هم باشم زدی ازم گرفتیش. فقط زورم برسه به این درمن تو سرت 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 تو سرت. چقدر شد؟ یه بیده فالینگ میخوای بگیری میشه 4 تا بیاره. اسکل اینجا چیزی گذاشته من دستم نرسه بچستم. به راستی دستم میرسه و تو یه احمقی که بابا بس. یعنی اینقدر بیشعوری دراگون یعنی فقط واقعا کرمش گل کرده. چورم کردی دیگه تو. ضربه آخر بهت میزنم. همان چقدر این دراگون سر بچه منو کشته. واسهش نقشه چیدم. یعنی کجاست دراگون لامصب. اومدم سراغت یعنی بگیرم ولت نمیکنم. بودو نیا اینا بهم حمله کنم. فعلا بیدفام ایکسیمو ازشون بگیرم. بده من 3 تا که مشکل نیستی هم با ترافیک چندی برمیدارم. 3 تا بردار دیگه واسه این چند کاری لازمش داره. خب آقا 5 تا شد. 5 تا شد. لیدر کنیم و آرمان ندرایتی هم میخوام بردارم بیچارش کنم. چقدر بلا سر من آورد برو کن. ولی این سری قرار نیست جوابش بی جواب بمونه. شمشیرش که هست آرمورش هم برمیدارم. فعلا دیگه اینو کجاست این حرفی؟ بابا زفلش بده من بکنش اینجا تمومی برو بیچارش. بابا چقدر دمیجش بده. وای مثل این که نیاز دارم اون چیزی که باید با تلافین چندی یه استرک میخوام حداقل. اما من سریعتر میخوام ردیفش کنم. چطوری؟ حالا بزن ببین از اینجا اینقدر اینطوری بیارا کن. میخواد چی کار کنی؟ وای نباید اینا با تلافین چندی هم ازم گرفتی ولی منم خورت ازت میگیرم. نمیذارم حتی یه بلای سری چست و وسیله هم میگیرم. تازه آرمان نداره که هم تنمه. تو چطوری این همچین کاری میتونی بکنی؟
18 تا 20 تا 21. چه عجب بالاخره تموم شد. اینم بردارم. خلاص چی کار میکنیم؟ اشتباه بوده، اشتباه زدی. خب اینم بردار. به شما ها دیگه نیازی ندارم. غذات هم بخور. الان میگی نقشه چیه؟ میخوام پروتکشن بذارم بهتون. پروتکشن آیی. وقتی دراگون این قضا بخورد هم باید بازو به بازو باش بزنیم، هم برای که سر اونا بود. آها ترز هم اگه بشه میزنم روش. دران اینو و اگه سر انچپ کردن میخوای اذیت کنی واقعا خیلی بیش میاد. خب هم باید باشه بیاره. حالا اشکال نداره. من همشون رو انچپ میکنم که دیگه نگه سنتن یا همون خرید. این از این یه ترز بذاریم که خیلی عالی میشه. در حال ضبط دیگه. آره چقدر ضبط؟ 26 دقیقه. اشکال نداره. ترز 3 اوکی. کمترم از اون اکسپی میگیره. با اینکه بچه ها این مود انچنت مکسش متاسفانه نصب نیست. اینا رو فعلا بکنم تنم که وقت داره نخواد بهم شبیه خون بزنه. قشنگ فول آرمونه اینا مونده. اشکال نداره. خب اولویت بچه چیه؟ چست پلیت برش بیار. خب اولویت بعدی بگیم که چقدر میخواد اینم 13 اینم میخواد. ردیفش کن. بچه دیگه اینا رو نباید از دست بدیم. اینا تو بگیم که دیگه از همش واسه مهمتره. تون زن بزنم رو دیگه این مونی برم. این دیگه اصلا بیشتر. این چقدر میگیره؟ 15 تا. خب سعی ردیفش کنیم. بودو باز اگه این چند اضافی واسه شمشیر اینا میذارم. خب این شد 15 تا. این آمد حواسم بهت بود. هم کی گفت نمیتونم از بالا این چند کارو انجام بدم؟ کی گفته؟ من گفتم. خیلی خوب. این هم دیگه قطعا 13 سیگه پس باید برسونمش به 13. بابا اشتباه داری. بیار 13 بشه. تو بیچارت کنم. تو تمام این مدت منو عذابی داری ولی زورت بهم نمیرسید. تموم. بقیه‌اش هم میزنم واسه اینا تحصیله ها. بیار اسمایت شارپنس که قطعا روی شمشیره دیگه. اسمایت هم روی تبرم. خب بازم با طرف این چندی میخوایم چون نیاز داریم. اینجا دراگون فقط باز میخواد کرمش بگیره بزنه با بده شو 5 تا. خیلی زیاد. هرچی بیشتر بهتر. من که نمیخوام ببینم ولی خب راهی نداره واسه کشتنش دیگه.
افیشنسی که نه، باید اسپکت 2 به اسپکت 2 دیگه. شد 11 10 11. این دمش پس بیشتر شد. خود مسلط باش. این بابا تو چقدر آدم روانی هستی دراگون. آدم که نه اجدها، ولی خب یه نیازی ندارم بهش. میخوام بیچارت کنم دراگون. دیگه کاسه صبرمو لبریز کردی. دیگه میخوام بیچارت کنم. دیگه وقتش رسیده. آره باش که میخوام. بابا نکن. نقشم خراب شد. یکی حمال. دوتا بچه که اینطوری کریتیو کنم اینطوری برای سر نمیاد. خب چی شد؟ دراگون دردش گرفت. وان شاتت کنم. نکن. ببین دیگه تمومی دراگون. هر برای سرم بیاری تمومی. پروتکشن و تمام. آقا کشتمش. بالاخره چقدر من عذاب کشیدم که اینو بالاخره کشتمش. بلای من که به عنوان یه نوب هیچی بلد نیستم. انداختم. خلاصه بچه فول ارائتی شدیم و تموم. اون وسیله دایمنی هم گذاشتم میزن. بچه مرسی که تا اینجا ویدیو دیدین. این پارت آخر از وان بلاک بود. بچه ویدیو بعد فعلا